من اینجا قرار نیست شعار بدم بگم که حالا با هر نوع عمل زیبایی مخالف هستم. میخوام 3 نکته خیلی مهم رو بهتون بگم که اگر شما در نهایت تصمیم گرفتید که عمل زیبایی بکنید، این 3 نکته رو قبل از اون عملتون مد نظر داشته باشید. اول اینکه یه جایی رو انتخاب کنید برای عمل انجام دادن که واقعا مطمئن باشید سلامتی شما رو 100% تضمین میکنه. یعنی یه طوری نشه که بعد از عمله تازه مجبور بشین چندین برابر هزینه‌ای که صرف عمل کردید صرف کنید تا بتونید فقط برسید به اون حالت اولیه‌تون که تازه معلوم هم نیست اصلا برسید یا نرسید، یا دچار مشکلات زیادی تو سلامتیتون بشید، بیفتید دنبال دوا و درمان. دومین نکته که باید بهتون بگم اینه که از خودتون یک سوال مهم بپرسید. از خودتون در خلوت خودتون، قرار نیست جلو کسی سوال رو بپرسید. بشینید و با خودتون کلاهتون رو قاضی کنید. آیا اون عملی که انتخاب کردین انجام بدین واقعا برای شما لازمه؟ یعنی بدون اون عمله شما دیگه نازیبا محسوب میشین؟ یا نه فقط شدین مثل یه برگ که افتادین توی مسیر رودخونه و چون بقیه توی رودخونه روون هستن شما هم حالا دنبال روشون شدید و هر عملی که بقیه انجام میدن و میگن خوبه، که حالا شاید برای اونا خوب باشه یا نباشه، شما میرید و همون کار رو انجام میدین. و سومین نکته که میخوام بهتون بگم که خیلی دوستانه میخوام بهتون بگم واقعا اینه که اگر جوون هستین، تا زمانی که جوون هستین عمل زیبایی رو که غیر قابل برگشته انجام ندین. یعنی اول یه عمل رو انتخاب کنید انجام بدید که لااقل قابل برگشت باشه بعد یه مدتی، چون ممکنه یه زمانی شما یه تصوری از خودتون تو ذهنتون داشته باشید که بعد از اون عملی که میخواین انجام بدید حالا یه شکلی میشید، اما میرید عمله رو انجام میدید و بعد متوجه میشید که نه، واقعا اون چیزی که توی ذهن شما بوده اتفاق نیفتاده. پس اگر تصمیم دارید که عمل زیبایی رو انجام بدین، لااقل تا وقتی که جوان هستین سراغ عملهای زیبایی غیر قابل برگشت نرین.